اسکوات پادشاه حرکات پاست. اگه میخواید عضلات 4 سر ران خوبی داشته باشید حتما باید اسکوات بزنید. این نمونه جمله هایی که تو باشگاه‌های ورزشی زیاد میشنویم، اما آیا درسته؟ عضله 4 سر ران از عضله‌های پهن خارجی، پهن میانی، پهن داخلی و راست رانی تشکیل شده. عضله راست رانی یا رکتوس فموریس به واسطه 2 مفصله بودنش توی حرکاتی مثل اسکوات، پرس پا، تنش و رشد خوبی رو تجربه نمی‌کنه. یکی از حرکاتی که به خوبی هر 4 عضله رو تحت تنش قرار میده حرکت جلو پا ماشین هست. توی این حرکت به خاطر اینکه مفصل لگن ثابته و فقط مفصل زانو در حال حرکته، عضله راست رانی رو به خوبی تقویت میکنه. مطالعه توی سال 2023 انجام شد و فعالیت عضلات مختلف 4 سر رو حین اجرای حرکت جلو پا ماشین با زاویه بالاتنه مختلف اندازه گیری کردن و نشون داده شد زمانی که بالاتنه رو توی حرکت جلو پا ماشین مقداری به سمت عقب خم کنیم، بخش‌های مختلف عضله راست رانی بهتر تحت تنش قرار میگیره. حالا زمانی که ما بالاتنمون رو مقداری به سمت عقب میدیم، به واسطه کششی که توی کل عضلات 4 سر به وجود میاد احتمالاً بتونیم تنش و رشد بهتری رو توی طولانی مدت توی تمامی عضلات 4 سر ران تجربه کنیم.